عکسایی که خودم رو میگذارم این یک طرف یک رکلام خوب است برای من، برای مخلصا. باز چی رکلامایی که من در صفحه اینستاگرامم میگذارم همه این مبلغ میسته. درست گپ، من از صفحه اینستاگرامم زیاد وای میبینم، فایده خوب میبینم و هر نفرانی که یکی در استوریا یکی در صفحه لینتا میخوان یک مول یا محصولات در صفحه شما چقدر ارزش دارد؟ یک خیلی وقت 3000 سومون ارزش دارد، یک خیلی وقت 5000 سومون ارزش دارد. صفحه که لین استوریا میگذارم هر روزی که یک روز میستد، از اونجا یک روزی صفحه گذاشتنم از 500 سومون سر. لباسی که مادلیارهای غرب، لباسی را که دنیای غرب برای ما زنهای مسلمان، برای خواهرای ما پیشنهاد کردند، هر روز نمودهای وی در اکرانهای تلویزیون نشان میدهند یا در صحنه‌های مگزین ها میبرارند که لباسهای شفاف، لباسهای تنوک، لباسهای تنگ، این لباس مسلمان نیست. خواهر مسلمان، او لباس تو نیست، ولی لباس دوزخی هاست. اهل سلف این گذشتگان ما میگویند که از ثیاب الرقاق ثیاب الفساق، لباس تنوک این لباس زنهای فاحشه است، لباس تنوک پوشیدن این لباس زنهای بی‌عفت و بی‌ناموس است. بنابر باید زن مسلمان لباس تنوک نپوشد که بدنش از زیر اون نمایان باشد. حضرت صوفی الله را میگوید گر نماید ز تحت ثوب و بدن موجب لعنت است بر آن زن. اگر خواهرای مسلمان ماننده که امروز کامبخت‌ها برآمدن، شیفان‌ها برآمدن، اگر شما اونها را به تپوش پوشید، بدن شما، دست شما یا بجای شما تاب است، شما در